دوستای خوبم سلام، وقت شما زاب بخیر. این بار مورایی هستیم ماهی گرفتو به طرف قوقا. این منطقه نامش جنگلی هستم. با دوستا رایی هستیم. واقعا ما که اولین بارم هست که در قوقا مورم برای ماهی گرفتن، اما خبرم ندارم که چقدر آب اونجیم. ماهی دره نداره. ویدیوی ما این بار با رفیقای و دوستای شیرین ما هست که واقعا رفیقای والیبال، رفیقای قدیمی، همه ما از کشورهای مختلف همدم در وطن و رایی هستیم برای میله تابستانی ماهی گرفتن لب دریا. اگر امکاناتی باشه آدم باید ماهی رو بگیره و نمونجی باید پختک بخوره. واقعا قیدی که لب آو، لب دریا یا لب دریای ریزه ماهی رو که میگیریم پختن واقعا بسیار یک مزه شیرین داره. خصوصا هم چایش، یک چای می‌نیم برای آتیش چوب، بسیار یک مزه خاص داره. اما ما خبر نداریم، ناگهانی یک دفعه ریشتیم پنجره از اینا بودیم که اگر امکاناتی باشه کنجی یک کاسک خیلی مزه شیرینی داره. دوستای خوب شما تا آخر ویدیو بیننده باشید. وقت شما خوش. رسیدیم در لبی آو که ماهی بگیریم. ماهی رو ما به شکل
زیر برق میگیریم، سر سینه زیر آونیم با چوب باز مایه رو برق میگیره، باز ما دو فرصت استفاده نیم مایه را میگیریم. مگر نگفتن هم دوستان این رقم مایه گرفتو یعنی خیلی خطر زیاد داره، یعنی خیلی زیاد. مردم ما بسیار دقتش نیست، ما کشیدیم 2 نفر هم نمیدونیم زیر رقم مایه گرفتن زیر برق جان خود دست دهن جان خود. واقعا این مردم ما باید خیلی مواظب باشه که خدایی نکرده این موقع سیم خطا در بین این میقدر نفر در بین آوسته همین کلی برق میگیرن. ما چون تجربه داریم ما در بین آتاشتم مایه گرفتم. شما فکر نکنید ما فقط ویدیو گرفتم مایه گرفتم. قیدی نزدیک از او سیم شنیم، قید موقع خوبسه دم را خوبسه جت میده برق میگیرن. یعنی ما چند دیر پیش یک دوستای ما مایه گرفته رفتد، اینجا آبش کمه، پایش خطا خورد بلی سنگ تا پرید. موقعی که تا پرید چودش خطا خورد، چود نزدیک زیامات همین سیب نزدیک زیامات. یعنی نفر برق گرفت سر صدا کرد. در اون زمان سر صدا کرد نفر که بیخی همون تریلر بود یا ماشین بود همین چوبوگ همون خاموش کرد. خدای نکرد اگر که خاموش هم کرد یعنی جانش را برق کرد دنیا رفتد دیگه. اون خطر داره. شما دوستای خوبم که ویدیو رو بیننده هستین 100% تجربه کن، دوستای خوب شیر کن. این خطر داره و قدر خطر داره سعی کنیم ما قد یک لبه رو بستنیم کشی موره چوی 5 متر 6 متر چوی 3 متر بیشتر نیست، 3 متر یعنی 4 متر 3 متر بیشتر نیست. ما چندین بار رفتم مایه گرفتم بخاطر که ما شب کنم ما راه دورم دوم میلاشتن برای ما تفریشن خوش بگذارن. با دوستا رفتم اما خطری بسیار زیاد داره. مواظب جان خود باشین. مایه بروخی نخلی یا مشکل نداره. شما ببینید در تفسیر چقدر مایه داره این منطقه. این مایه که قید زیر برقنن باز چیزی بسیار مهم است قید که بعد چند دقیقه بعد اونا باز دوش میان زنده میشن، مثل که اونا را همیشه برق میگیره و از بین بره. رقم نیست قید فقط 4 دقیقه 5 دقیقه باشی پس همون مایه کس حرکت نه. مو کس مایه را کلانش میگیریم و خوردهاش کس نمیگیریم. اونا کسن دوباره زنده میشن، دوباره کسن راه مفتن. این بسیار خوب هستن. دوستای خوبم این میله مایه گرفتو ما با این شخصیت ها اولین بار است که مایه جمدم مایه گرفتو در این منطقه دوی جای این رقم مایه گرفتو واقعا مایه زیاد داره اما بسیار خورده. اینجا کسا میگه مایه باید خورد باشه نباید کلان باشه بخاطر که مایه بسیار خار داره. مایه ریزه باید مثل که کفسی خودن همون رقم بین روغن باید قنجه آرد و نمفهم مواد دیگه داره اخته میشه، باید بین روغن پرده میشه بیریو میشه خورده میشه. او رقم مایه بیشتر اینجا بخواه خارش دیگه قد خار و سغان قدم پوست من دیگهش بین خونده را دیگه بزن دیگه. ویدیو رو بینده باشین تا آخرشی وقت شما زا خوش. ما بالاخره موفق شدیم امیجی مایه را پخته کنیم و نوشجان کنیم. جای شما زا خالی. واقعا شما می بودین بیشتر مزه میداد و اینجی مایه را پخته کنیم و خوب چای کنیم نوشجان کنیم. جای شما زا خالی. واقعا از مایه که در این چای ازی خیلی مزه داد و این ریش سفید میگنین پنجره برار مو شما که همینجا هستن روبرو نشسته بود این 2 نفر. واقعا برای ما زحمت کشید، برای ما روغن رفتیم خریدیم و دیگ برای ما داد.
هر چیزی امکانات که برای ما نیاز بود برای ما داد. حتی برای ما دوغ آورد، حتی برای ما پترمال آورد، فرش آورد، واقعا خانه آباد. مردم قوقه بسیار میمان نواز، مردم بسیار خوب، شیرین، دوست داشتنی هستن. یعنی ما در اینجا که آمدیم یعنی پیرمرد ریش سفید واقعا قنجره ما خیلی زیاد همکاری کرد، واقعا دستشون درد نکنه. یعنی همه چی برای ما بود، همه چی، پیله رو نمیکنم، قاشوق نمیکنم. اگرچند ما یک مقدار چیزا رفتیم خریدیم از دکان قوقه از اینجا، روغن مثلا یک نیمه ماغ و یک چیزایی که ضرورت داشتیم، بعضی چیزا را برای ما خرید. مایی را نوشیدن دیدیم و طرف خانه را یاسیم دوستای خوبم و هیچ پول چویی خیلی های اینجا میماد شوخی میکرد، از این رشتن تو جب بدید چپشتن بینی ها و همه شوخی میکرد. هم متاسفانه کس موافق نشد، کس بینی ها و جب بیده بکنه. وقت شما خوش، اینجا تا خیلی بینده باشیم.